سلام دوستان، با خلاصه از قسمت 64 سریال شربت زغال‌اخته در خدمت شما هستیم. لطفا ما رو دنبال کنید و تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. در انتهای قسمت قبل دیدیم که فاتح با خواهش و التماس یه فرصت دیگه از دعا میخواد. دعا قبول میکنه و میگه به شرطی که پیش خانوادت بگی عاشق منی و گورکم رو طلاق بدی. و شرط دیگه این که من تو و دخترمون جدا زندگی کنیم. فاتح با اینکه میدونه نمیتونه و میترسه کاری بکنه قبول میکنه. روزگار که پیش عبدالله رفته بود به نورسما ابراز عشق و علاقه میکنه و عبدالله رو عصبانی میکنه. عبدالله با داد و بیداد از روزگار میخواد که اتاقش رو ترک کنه. آذرخش و عمر وارد اتاق عبدالله میشن و از روزگار میخوان که از اتاق بره بیرون. عبدالله به نورسما زنگ میزنه که زود بیا خونه. نورسما نگران در حینی که داره میره روزگار رو میبینه و روزگار ماجرایی که اتفاق افتاده رو به سما میگه. نورسما ناراحت میشه و میگه با این کار دیگه نمیذاره من بیام سر. عبدالله و پنبه نورسما رو مورد سرزنش قرار میدن که تو چرا به روزگار رو دادی که بهت ابراز علاقه کنه و تصمیم دارن دوباره عروسش کنن و میگن دیگه حق نداری سر کار بری. وقتی نورسما به اتاقش میره روزگار تماس میگیره میگه فردا مراسم تجلیله و میخوان بهت جایزه بدن. اگه میتونی حتما بیا. آذرخش عبدالله و پنبه رو به خونش دعوت میکنه. وقتی خانواده عبدالله میرن خونه عمر شعله از چیمن میفهمه که اونا اونجان. خودشو به خونه عمر میرسونه. پنبه با دیدن شعله عصبانی میشه و از خانواده‌اش میخواد که همه اونجا رو ترک کنن. آذرخش و عمر از این کار شعله خیلی ناراحت میشن. صبح سر میز موقع صبحانه نورسما میگه من باید برم جایزه هنریمو تحویل بگیرم. عبدالله که میفهمه اونجا روزگارم هست میگه منم میام. پنبه میگه پس همه با هم بریم. نورسما یه لباس شیک میپوشه و همگی به جشن میرن. موقعی که نورسما جایزه رو میگیره از روزگار تشکر میکنه. روزگار میگه نورسما دیگه نمیخواد با همون همکاری کنه و اگه شما دوست دارین همکاری داشته باشه تشویقش کنین. همه تشویق میکنن جز خانواده نورسما. عبدالله میگه نگران کارت نباش، بیا تو شرکت خودمون مشغول به کار شو. پنبه تو عمارت مراسم دعا میگیره و بعد به همه مهر و تسبیح و جانماز هدیه میده. گورکم برای ضایع کردن پنبه به همه طلا هدیه میده. پنبه از این کار گورکم عصبانی میشه و میگه به خاطر فاتح چیزی بهت نمیگم. حواست باشه تازه برامون بچه‌م نیاوردی. گورکم در جواب پنبه میگه شما که دوتا آوردی چیکار کردی؟ اونم یکیش مصطفاست که شیرین عقل از آب در اومده. نیلای که توی راه رو بود حرفای گورکمو میشنوه و عصبانی میشه و حسابی گریه میکنه. فاتح که میره جمره رو بیاره دعا ازش میپرسه با خانواده صحبت کردی؟ فاتح میگه هنوز نه. دعا پوزخندی میزنه و میگه من میدونستم تو آدم ترسویی هستی و دیگه هیچ احترامی برای خودت و حرفات قائل نیستم و دیگه دور من نپلک. شب دعا دعوت گیرای میشه. گیرای بهش میگه میخوام با 2 بچه من آشنا بشی. دعا که شوکه شده میپرسه مگه تو بچه داری و یهو 2 سگ سیاه به سمت گیرای میان و میگه 2 بچه من هستن و هر دو میخندن. بعد از کلی عشق بازی دعا خدافزی میکنه که بره و گیرای سعی در نگه داشتن دعا داره. دعا میگه اجازه بده بیشتر با هم آشنا بشیم چون نمیخوام عجله کنم. نورسما به اجبار خانواده با پسری که عبدالله معرفی کرده میره که صحبت کنه. نورسما میگه من 2 ازدواج ناموفق داشتم و اصلا دیگه قصد ازدواج ندارم. اگه میشه شما بگین من این دختر رو نپسندیدم. پسر قبول میکنه و میرن. شب وقتی همه خانواده دور هم جمع شدن نیلای میگه گورکم به مصطفی بی احترامی کرده. جو خانواده به هم میریزه، هر کس میره تو اتاقش. گورکم جوری وانمود میکنه که نیلای و پنبه میخوان خرابش کنن تا از چشم همه بیفته و میره از مصطفی عذرخواهی میکنه. صبح دعا جمره رو میاره عمارت پیش پنبه. پنبه خیلی با دعا خوب رفتار میکنه. گورکم میگه از فکر این که بخوای دعا و فاتح رو به هم نزدیک کنی بیا بیرون. پنبه میگه من حوصله بحث با تو رو ندارم. نیلای گورکم رو گیر میاره بهش میگه به زودی میبینی که فاتح دوباره با دعا ازدواج میکنه. گورکم با عصبانیت سیلی محکمی به نیلای میزنه.
نیلای میگه دیگه کارت تمومه. گورکم میبینه کار از کار گذشته، مثل روانیا شروع به کتک زدن خودش میکنه. با سر و صدا میگه بیاین که نیلا داره منو میزنه. نیلای ما تو مبهوت داره نگاش میکنه. فاطمه میرسه، گورکم که لباساشو پاره کرده و خودشو زخمی به زمین میفته و این قسمت همینجا به پایان میرسه. برای دیدن قسمت‌های جدید سریال‌های ترکی با ترک فامیلی همراه باشید.